همین تاجیکستان و افغانستان جنگ‌های داخلیشان تقریبا برابر با هم بود. روزهایی که ما در کابل جنگ داشتیم، تاجیکستانی‌ها در بازار، در حیرتان، در کرانه‌های رودخانه آمو کمپ و قرارگاه داشتن، مهاجر بودن. یک کشور ویران و درگیر جنگ بود، کشور تازه به استقلال رسیده بعد از فروپاشی شوروی که امکانات نداشت، اقتصادی نداشت. اگر هر چی بود مربوط شوروی بود و او پاشیده بود. ولی حالا به همین تاجیکستان سفر کنید ببینید از اون کشور جنگ زده چی کشور ساخته. مقایسه نمیشه. 100 سال از اینجا جلوتر است، 100 سال از افغانستان پیشتر است، به لحاظ شهر، به لحاظ پاکی، به لحاظ خدمات، به لحاظ قانونمند بودن، به لحاظ دولتداری. حالا جای دور من مثال نمیدم، همین تاجیکستان دوشنبه را بریم ببینید و اینجا را ببینید. وقتی که در اونجا جنگ شد افغانستان خیلی امکانات بیشتر از تاجیکستان داشت، چون یک دولت پاسخگو نسبت به مردم وجود داره، دولتی که مردمش و سرزمینش دوست داره و او را میسازه و آباد میکنه. اینجا هرچی آمد در جیب مافیا قرار گرفت، به عنوان رهبر، به عنوان رهبر تنظیم، به عنوان قماندان فلان گروه. تنها مردمی که آسیب دیدن و گرسنه ماندن همون مجاهدین ساده و صفر بودن و در نهایت همین مردم عادی که حالا به یک لقمه ایران محتاج است. بنابراین ما راهی نداریم جز اینکه ساختار فدرالی بود. اگر ما بخوایم امکانات بازسازی در مناطق با توجه به ارزش‌ها و پیشرفت‌های ایالات ایجاد بکنیم، این امکانات عملی بسازیم، راهش فدرالیزه شدن است. ما اگر سیستم را ایالتی بسازیم، ما بهتر میتوانیم ببینیم که در این ایالات کار میشود یا نمیشود. سنگ بر سنگ گذاشته شود دیده میشود، کسی رشوه بخورد دیده میشود، فساد بکند دیده میشود و مردم خود مسائلشان را مدیریت میکنند، امنیتشان را خودشان میگیرند. افرادشان، جوانانشان در ایالتهای خودشان باید